سلام دوستان. اگر از تاریکی خوشتان نمی آید، اما به راهنمایی نیاز دارید، پس نور را پیدا کنید. خداوند نور آسمانها و زمین است. نور او مثل یک تاقچه است که در آن چراغی وجود دارد. آن چراغ در یک شیشه است، شیشه‌ای که مثل یک ستاره درخشان است. روشن شده از یک درخت مبارک، یک درخت زیتون، نه شرقی و نه غربی. روغنش انگار میخواد بدرخشد، حتی بدون اینکه آتشی به آن رسیده باشد. نوری روی نور. خداوند هر کسی را که بخواد به سوی نورش هدایت میکند. و خداوند برای مردم مثال میزند. و خداوند به همه چیز آگاه است. نور درون خودتان را بپذیرید و بگذارید راهتان را روشن کنند. چون در نور ما وضوح پیدا می کنیم. در نور ما آرامش پیدا می کنیم.